وارد میکنم و ایشون ابزاتور هم هستم برادر دیلای و چندین نفر در خدمت باش. بفرمایید. السلام علیکم برادر محیدین کبیری. بخشی شیخ درمدیم زنگ زدن دیگه نشید. سوال چونین است. یکمش که شما یگان رابطه دارید با طالبان که مقصد ما یگان کریدور باشه چریز افغانستان بریم. ما خسته شدگیم. به خدا قسم دیگه چه گویم آخه دستمون پری خوکند ما بچه خداوند ما را تاجیک خلق کرده ما رزدربا چیک نیستیم که آخی باید بود همون وطنی خدمت بریم فعالیت کنیم که ما دل رو به این وطن میسوزه. شما چه خیلی حکمت داره به خود ما نمیفهمم. بعد مقصد که امروز باید ما سر یک موضوع را باید بگیریم که راهی پیدا کردن به تاجیکستان راهی که به تاجیکستان رفتن پیدا بکنیم برادر. شما همچون یک راهبر اپوزیسیا میخوام که مثلا یک راهنمایی میکرده مثلا با قدم راه بریم ما باید امروز شرط نیست که یک کس دو کس بره همین روز باید ما شروع کنیم رفتن که یک روز مبادا همه کسا بخیزیم بعد رحمان فد درکش بیاویم همین بود. من خواهش میکنم که همین یک پرتال باید بکشویم که مردم уже به رفتن آماده باشن. ما уже خسته شدیم روسیه با اروپا گرفتیم اومدیم لیکن این زندگی نیست که اخی همین گفتنی بودم باید دیگه گفتنیم که از یک دقیقه دیگه بخشش یک دیگه گفتنیم که من با این برادر محیدین کبیری چریز یک آدم شناسم. شما نسبت این آدم هر خیلی گپا میزنه وقتی که آدم من نمیشناسه خواهش میکنم چاپلوس هم باشی کسی نباشی وقتی آدم من نمیشناسه دربارش گپ نزنه التماس. این همه خما گفتنیم بسیار گپا میگن او آدم من پیشم دیدگیم سال چریز یک آدم شناسم نه که نسبت این آدم بسیار تهمت من شنیدگیم التماس خواهش میکنم که خودتون حرمت بکنه در حرمت خودتون بسته. باقی در پناه خدا نگهبانتون. سلامت باشه برادر عزیز. من آخری گفتم که همین پرتال کشادنش مهمه. من خواهش میکنم بعد شروع کردن در کار برای رفتن دیگه هر روز یک منطقه مون زده شدیان هر روز این قوادما را کشتن برادرها را ای پاجیزنین تا 25 سالی دوده شدیان. ما به خدا خسته شدگیم ای رژیم. برادر الماس سلامت باشه. من آخری صحبت نفهمیدم که آیا من نسبت یگان کس یگان چی گفتم که شما ناراحت شده یا اون کس نسبتی من گفته است حالا ایش مهم نیست اما اگر کسی من نسبت کسی گفته باشم ناحق گفته باشم بخشش میپرسم عذر میخوام شما ناراحت نشید. اگر کسی هم که نسبت ما گفته باشد خداوند ببخشش ما هم بخشیدیم. وقتی دیگر این گپا نیست وقتی بخشیدن و وقتی عملی یک جایی است. اما برادر الماس نسبت مسئله اولی شما من با طالبان هیچ گونه رابطه ندارم رابطه هم کردنی نیستیم و ضرورت هم نیست. پیمان ملی تاجیکستان نهضت اسلامی تاجیکستان ما که وضعیت خوب میدونیم تحلیل میکنیم و خودمون رو با در یک مشکلی دیگری بین المللی و منطقه‌ای وارد کردن نیستیم. اگرچه هر کسی در شرایطی ما باشد مجبور میشه در این چنین حالت‌ها با کشورهای همسایه خصوص با کشورهایی که با حکومت جمهوری تاجیکستان مشکلی دارند وارد گفتگو همکاری میشد. اما این کار ما چرا نمیکنیم؟ برای آنکه فضا اینا نمیبردارد. بعدا خود حکومت امروزه افغانستان هنوز اعتراف بین المللی پیدا نکرده است و بنابراین همین هیچ گونه رابطه هم نیست رابطه هم کردنی نیستیم و ضرورت هم برای این نداریم. اما کسانی که میخواهند به وطن برگردن چرا ما این خریدار رو ما باز کنیم؟ من این رو نمیفهمم که یعنی مردم باید منتظر باشن که یک کس برای نو راه هوایی باز کند راه زمینی باز کند. نه، اون کسی که میخواد وارد تاجیکستان شود و مبارزه برد مطمئن باشد که به ما هم راه رو میداند چگونه وارد شود کجا برود و کسانی که رفتند و رفته ایستادن از ما پرسیدند و ما برای کسی هم راه باز نمیکنیم. وظیفه یک نیروی سیاسی مثل پیمان ملی تاجیکستان آماده کردن فضای سیاسی برای مبارزه است که ما این کار را کرده ایستادیم. ولی اونایی که میخواهند با دیگر راه مبارزه را ادامه بدهند باز اعلام میکنم ما نه طرفدار از این گونه مبارزه هستیم نه مخالفت میکنیم. دیگر خودشون راهشون رو میدونن و راهشون رو باید پیدا کنن
فقط خواهش ما این است هر کاری که میکنن باید برای ملت و خاطر ملت و برای برقراری آزادی و عدالت باشد. خدا نگهبان باشد برادر الماس. من از این بیشتر دیگر با شما جواب گفتن نمیتونم در این مسئله. خدا نگهبان تو والله کشمیت دیگر گفتنیم. شما من تو خوری من که فهمیده اینترنتم ضعیف بود نه نسبت شما میگن همینجوری هم چاپلوسا را میگن که گپ میزنن مثلا شما تشکیل کرده اگر اینا تشکیل میکردن گوش کنید حکومت رو اگر اینا تشکیل میکردن من گفتم با زبان تاجیکی که من قطعی آدم چرز یک شناسم من یکم آدمی هستم که اروپا میخزه میرم نه که این آدما یگان خلکی خودش با زبانش گفته زده که من با یگان چه خوش نیستم ما راهوی نمیکنیم مرحمت میخوای بزن بره فهمیده تاکشتو هر خی گپای وای نزنید. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا نگهبانتون باشه.